اخراج بیش از 500,000 مهاجر افغان از ایران. خبرش با ما آمده میگه طفل از جاد چی گرمی میگه مرده. ولی شکر بکشن که مثال یک موتر اگر لاش است اگر چیز است میرسونه شده مجاهد مقصد خود میرسونه شده. اشتکاش فوت شده و خانم هم عمر خمیسا در وضعیت اسفار انتقال داده شد خانه. جای خوب نیست اصلا ایران نرین. یک رو کار نمیده جای خوب است. ایران اصلا به درد نمیخوره. اردوگاهش آنقدر ظلم میکنه که تا بخوای براتون. بله مسافر جاب شد قیمتارم بالا بردین دیگه از ایران تقاضا دارم اگر خانه ظلم هر جای باشه خانه ظلم خراب میشه. دغه ځوانان دا غواړم چې ګیله کوم دغه خپل وطن کې کار وکړي دغه به تاسو ډېره ښایسته دلته کار وکړي. روزانه ده ها موتر خالی از این طرف میری واقعیت داره؟ دیروز به حدود 90 موتر خالی رفت، امروز به حدود یک 20 موتر خالی رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. دوستا، مسئولین ایرانی شب گذشته اعلان کردند که در هفته گذشته 500,000 مهاجر افغان از مرز دوقارون وارد افغانستان شدند یا به نحوی از ایران اخراج شدند. امروز بازم در بازار کمپنی در ترمینالی هستیم که اکثرا کسایی که از کشور ایران به نحو دیپورت میشن یا اخراج میشن یا تعدادی هموطنان خودشون میخواین بر بگردن به این مرز میان. هموطنان را اعلام بکنین بر از موتر و فعلا هم تعداد از این دوستا در کنار ما هستن. سلام برسه بر شما دو تا دوست، انشالله بخیر آمده باشین. خوش آمدین. قربان شما دوست. سلام احترام تقدیم میکنم. ایران جای خوب نیست اصلا ایران نرین. یک رو کار نمیده جای خوب است. ایران اصلا به درد نمیخوره. اردوگاهش آنقدر ظلم میکنه که تا بخوای براتون. اصلا انسان بهشون ارزش نداره. اصلا انسانیت بهشون ارزش نداره. فکر ما خودمون دست خود آمدیم. فکر مثل یک زندانی برو ما رو زندانی کرد. نه پول میتن نه تا جایی که میری پول میگیره از پیشت. اصلا ارزش نداره پیششون. اصلا به درد نمیخوره. داوطلب اومده. ما خودم 3 سال اونجا کار میکردم. 3 سال. امیال کل سرمایه اونجا مونده. پول به هیچ کس نزدم. کلم بچه هم کارو بود. کلم اومده. اصلا ایران نرین. به درد نمیخوره. اصلا فکر ایران نکنید. اصلا ایران به درد نمیخوره. فقط اینجا یک لقمه نان پیدا کنه قربان نمیخواد. این خاک میبینید؟ این خاک ماش کنید بگین این خاک سایز. ایران دیگه نرین. بس ایران دیگه به درد نمیخوره. بهترین جای وطن خدا بسازید. خدا راضی اونجا میرین تشنه مردم پاک میگن هر کاری میکنین. کار مردم میکنیم. کار مردم میکنیم اونجا شرم میکنین. شرم از میگین نه. اینجا خدا انجام نمیده. اونجا میرین تشنه مردم پاک میکنین شرم نمیکنین. اینجا ما هم کار میکنیم میگه شرم است. اینی وطن بسازید. وطن برای شما ضرورت داره. گفتنی متهم قبول. قربانتون بخیر باشین. چند روز پیش حرکت کردین از ایران؟ فکر کو 3-4 روز چهارشنبه حرکت کردیم دیگه. چهارشنبه امروز شنبه است. امروز شنبه است. 4 روز. 4 روز. وقتی که وارد افغانستان شدین در ایرات از دایرات آمدین؟ از ایرات. چی خدماتی از سوی امارت اسلامی بر شما؟ رفتیم سوی امارت اسلامی که از ما خدمات بده کدام خدمات خاصم نداد. دو دوره مرز و موترایی که گوسفند بالا میشه ما رو میگه بالا شوین. دیگه اگر بام نجیب ما نبود قول که تو اینجا رسیدیم خدا. ما 5-7 نفر بودیم جیب شخصی خود مصرف کنیم تا اینجا آمدیم. اصلا نه امارات اسلامی به ما کمک کرده نه سیاست ما هیچ کس به ما کمک نکرده. هیچ اصلا با ما گفتن خوش آمدین خلاص. این مثال دیگه گاو موتور نگاه کن به این موتور بزرگ کی است. گاو گوسفند بار میگه با این بالاشن شما رو میبرم خلاص. این موتورای نه مازدا ورکس برای دونمو. این موتورای مسافربری یعنی 580 یا نبود؟ نه کجاست موتور اصلا هیچ گفتم یک گفت خوش آمدین خوش باشید. فکر در پای خود آمدیم خلاص. آنقدر پول میگیره که به اندازه اصلا به درد نمیخوره. ایران دیگه اصلا نریم. من یک جوان براتون چیز میگم که اصلا نرین ایران به درد نمیخوره. این وطن خدا بسازیم بس است. ما 3 سال کلان در ایران زندگی کردیم. که به تو بالا نشیم ایرانی رو دوست دارم.
انسانای خوب هم فکر کنم 3 سال در ایران بودیم از یکیش از دخترش گرفته از کلش گرفته یکیش برام بی‌احترامی نکردن مگم نرین به درد نمیخوره ان شاء الله که در این وطن خود ما زمینه خوب کاری فراهم شود که خود ما خوب و آرام زندگی بکنیم. تشکر برادرم، قربانتان، سلامت باشین، بخیر باشین. بسیار زیاد سپاس برادر، شما هم خوش آمدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من چون مشکل نشته از فارسی بگم تا پشتو سم بس ولا راغلو ایران راغلو بس وضعیت بیخي خراب و برګردو راغلو خپل خو راغلو ایران ننو چې خپل خو راغلو اردوګا ته بس شلوغ بیخي زیات بیخي مسافر ډیر پامیر خو بیخي خانواده ډیر دلته راتله افغانستان ته وضعیت بیخي خراب و یعنی دونه ظلم روانو دلته په همدغه ایران کې چې د مسافر سره کم ظلم کیږي په ایران کې د خپګه کې مرز دي خو بس مثلا لګه خو دي خو پیسې ورنه کې وਹੀ دي ټکې دي مثلا ډیر پازا به سړی نه پیسې شکول دي چې به سړی در په دره کوي دا اوس موږ څلور ورځې په لار او چرالو دا هرات سره ورسې هرات خو بیخي باغو بس وضعیت بیخي ولا خراب ده غواړم دغه ځوانان نه غواړم چې ګیله کوم د خپل وطن کې کارو کوي دغه وطن ته ډیره ښایسته دلته کارو کوي په در نه خوري پردی کشور څخه لاړ شي هر سړی بیا به کیار ځکه نیسی گرفت دیر ده. چند سال بودین ایران؟ من 1 سال و 3 ماه. 1 سال و 3 ماه. آره. مردمش برخوردش با شما چی بود؟ والا خو بد خولری هغه بد خو خلکو سره وکارم خو خلکو سره کاو خو ولې ډیر پازابل ډیر کول بد خلک بیرون ډیرو یعنی ماموران بیخي داسې دی بل په تور دي نسی و دي نسی او مړ ځوان دی ورکه ایران نو وضعیت ولا بیخي خراب ده الله دې په موږ افغانانو باندې رحم وکړي بس نور وینا چې نه لرو نو چې به وای تاسو ته زړه ډیر ډاک دي نو سړي ویل نو ما دیگه سازستمون هم خود درد دلایتان هم میتونیم بشنیم برادر. هر چیزی که گفتنی دارین که برای ما در خدمتتان است، نه تنها شما بلکه هر دوست دیگه هر گفتنی که داشته باشه ما در خدمتش هستیم میتونیم بشنیم. بس وطن در هر سړی خپل وطن د بیت وطن تراشي پردی کشور کې بدر نه کوي او سي 5.5 سي نه غواړم چې خپل ځوان نه غواړم چې په وطن کې هغه سي په پردی کشور کې هغه سي بد سي بدنام سي هغه سي بیت خپل وطن تراشي بیت خپل کارو کی خپل وطن یو لغمه نه دغه ته پیدا کیم دغه ډیره د خپل وطن سی وخوري نه د څه ته پازاب دي سړی پازاب کې خو دی خو کې ازیاتی کی بس نو خدای دې ورحمیږي نو مو څه وایي سره الله دې ورحمیږي. سلامت باشین ان شاء الله. بازم خوش آمدین. یک زندگی خیلی خوب و عالی را در افغانستان براتون آرزو دارم. سلامت باشین. تشکر میکنم. بخیر باشین. شما خوب هستین بدر؟ سلامت باشین. از ما گله کرده بودی؟ نه چی گله ندارم. قربانتان خواهش میکنم. بخیر هستین؟ صحت شما خوب است؟ کارا بخیر میگذره؟ سلامت باشین. امروی مسافرای نو که میان چطور هستین؟ والا خوب است. والا دم غلیمت از بیچاره رو میبینیم گفته خودشان در موترای میشانشان که گاو خرده اونو میپرتین که راه کنه دبین 2000 2,500 مسافر میشونن. یک مسافر از یک تا بیکک 300 روپیه 400 500 دقیقه بیکک میگیرن. به خاطر که مسافر زیاد شده حالا قیمتا هم بالا بردن. بله مسافر زیاد شده قیمتا هم بالا بردن دیگه. از ایران تقاضا دارم اگه خانه ظلم هر جای باشه خانه ظلم خراب میشه. هم فلسطین به قربانم فلسطین کافر که کافر است از اینکه رحم داره. ما خودم از 3 سال من در ایران بودم. بندیگری را دیدم. در نگهبان شرک زدن کردن اگر روزش رسید خداوند دربارش کلان اگر روزش رسید که پس همون تو مثل امارات که در افغانستان گرفت اون وقت هم که ایران بگیریم دیگه ارمان ندارم همون ایرانی رو خونش چوش کنه. تعداد زیاد همکاریام شاید کرده باشه نیو وطندارا که غیر شراب عرق این چیزا اشغال گفت نیات در کجا مسلمان هستن ما استخ میکنیم در ایران استخ میکنیم یک وقت میکنیم که آقا من چی میکنی تو بنام زبطم میروزه کس شیر است یا در کجا مسلمان بنام مسلمان هستن حالا یک ذره که سرشان اوان خورده است موشه خورده است و غیر علی گردن تان دیگه ترسیدن خب و در کجا مسلمان هستن مسلمان حقیقی ولگه باشه اما امریکا هم کافر مطلق هم بس از یا کرم داره. انشاءالله خداوند این کشور خود مکل ما را جور آرام داشته باشه. لالا خوب هستی؟ خیر صحتمند جان جور. خودت هم از ایران آمدی؟ نه ما هم زنده هستم اینجا بیادرم از ایران میآیم. میآید تا حال نامدن؟ نه حال میرسه. میرسن. چند تا بیادرای چقدر دیر ایران بودن؟ با 1 سال و 2 سال بود. زنگ که میزنن چی قسم میکنه بیادر؟ غیر جنگ ایسو غیر از جنگ قسم میکنن؟ جنگ خو خلاص هم شد بخیر. خلاص شد دیگه گشنگی است. مشکلات هست؟ مشکلات زیاد است.
ان شاء الله بخیر بیان. بخیر بخیر باشین، سلامت باشین. تشکر. دوستای عزیز، بر شما باز یادآور شم که این ترمینال هست. شما میبینین که خیلی زیاد هموطنان ما از کشور ایران در شب روز اخراج میشن و با گونه دست جمعی برمیگردن به وطن خود، به افغانستان میاین و متاسفانه که مشکلات هم داره. هر چقدر که تعداد از یا زیاد باشه مطمئن هستم که نهادهای خدمت رسان هم درست رسیدگی کردن نمیتونه و ما میخوایم از نماینده شرکت هم پرسان بکنیم که در این شب روز چطور است، مسافرها زیاد هستن کم هستن؟ سلام یادت. سلام، خوب بخیر، بخیر هستی؟ جانتان جور است، صحتمند هستی؟ بخیر باشی. کدام شرکت هست شما؟ محمود غزنوی. سلطان محمود غزنوی. جان. ادامه دگنی سلطان محمود غزنوی را دوستان و شما میشناسیم. یک کسی بود که نظیرش تا حال دیگه وجود نداره در دنیا. ان شاء الله ما را خدا توفیق بده که راه و روش از این بزرگمردا را ادامه بدیم. در این شب و روز تعداد مسافرین خیلی زیاد شده. از طرف هرات بله. از این طرف کمرنگه. و پیشتر یک کسی گفت که روزانه ده ها موتر خالی از این طرف میری، واقعیت داره؟ دیروز به حدود 90 موتر خالی رفت. امروز به حدود 20 موتر خالی رفت. یا خالی میرن به خاطر که اون مسافرینی که مونده بیارن. اون طرف مسافر بیخی بیشتر است. دیروز 16000 نفر از بندر میلک آمده، دیگه بندر اسلام قلمه. و یگان آوازه های مبنی بر بلند رفتن قیمت ها هستی، واقعیت داره؟ بله، تر بیرات کرایه بلند است. وی آی پی 2300، 580، 800. سابق چند بود پیش از این بیروبارا؟ 1400. 1400. این به خاطر همین بیروبار شده یا کدام دلیل دیگه داره که قیمت ها را بلند برده شرکت ها؟ نه، عمده ترین چیز است که مسافر زیادتر است، موتر کم است. خود نرخنامه چی میمانده؟ خود ترانسپورت تعیین کرده. بعضی که طرف ما موتر خالی که روان میکنیم در ترانسپورت صف میشه میره، بدون از صف رفتن نمیتونه. با ترانسپورت صف میکنیم، با ترانسپورت هرات اطلاع میدیم که نقدر موتر خالی از کابل آمد با نرخ صحیح بارش کنیم. یعنی یک نوع همکاری است، شما خالی میرین یک مقدار مصرف به دوش میگیرین و صبح با یک مقدار بلندتر کرایه دوباره مسافرین نمیارین. بله، همونطور است. در هماهنگی با وزارت ترانسپورت، ریاست ترانسپورت هرات است. هماهنگی است. سلامت باشین. اگر تو یک رقم مشخص میتونین برای ما بگین که روزانه مثلا چقدر موتر میاره مسافرین کابل؟ چند موتر مثلا؟ خب با حدودا 30 موتر تا 50 موتر میاد طرف هرات. همونطور بندر نیمروز هم همونطور است، هرات هم همونطور است. دیگه تو مشخص شده نمیتونه که چقدر موتر میاد. یعنی مجموع بیش از 50 شاید شود؟ بیش از 50 یا کمتر از 50 میشه. ان شاء الله خداوند هم شما را توفیق بده که در این روزا با هموطنان ما برمیگردن همکار بشین. ان شاء الله تشکر. سلام. تشکر. شما ما گفتنی دارین بفرمایید. گفتنی ما دمی هست که بعضی مسافرها گله میکنن که بدر از اون طرف یاد موتر لاش آمدیم، یاد موتر مثال دیگه آمدیم. حالا همین موترها اگر لاش هستن، اگر چیز هستن، از اون طرف یارن میارن دمین کابل تا میکنن. اگر موتر لاش است، اگر موتر خوب است، اگر بد است، اگر چیز است، اونجا بره اونجا سمت چی بره که مثلا مرز هفته هستن. امیالم دیروز شاید برای ما خبر بابا آمده میگه طفل از زیاد چی گرمی میگه مرده. ولی شکر بکشن که مثال یک موتر اگر لاش است، اگر چیز است میرسانه شده مجاهد مقصد خود میرسانه شده و همین نرخ اسلامی امارات اسلامی مانده یا مثال 1800 یا 2000 از زیرات که روان میکنه 1800 روپیه است. اگر سر مرز بالا میکنه 2000 روپیه است. اگه بیشتر اگه میگیرن نمیگیرن او کار خود هتل‌ها هستن که اونجا میاد بدر اونجا موترها میاد اونجا هتل تسلیمشون میکنه. اگه هتل والا بدر مثلا 5000 میگیره، 6000 میگیره، 7000 میگیره، او شاید مصرف خودشون باشه. یا مثال براش تلفن میخره یا مثال براش او چورش میکنه، مسافر چور میکنه. ولی مسافر 1 روپیه نمی باشه که بدر تو باشه مسافر مثال پیسه باشه که بر خود تلفن بخره، دیگه بخره. موترها یعنی شرکت های ترانسپورتی اون نرخی که ترانسپورت برشان داده از او بیشتر نمیگیره؟ نه بیشتر نمیگیره که اگه میگیرن اون دو هتل از پیش میگیرن. اگه چیز امروز باشه، اگه چیز هرات باشه، اونجا دو هتل میگیره از پیش موتران که حساب کنی میگه و بدر من بدر نقنق پس مرا داده. اگه یک مسافر است، اگه 100 است، اگه 50 است، اگر چند تا است. ولی دیروز تقریبا حدود 200 یا 210 موتر بالخصوص از شرکت ما تقریبا 3 موتر به نام سلطان محمود غزنوی ما زمین خالی روان کردیم برش. به خاطر که مسافرین بیاره به کابل. به حدود 14000 نفر است یا 15000 نفر است از اون طرف، از طرف ایران طرف افغانستان آمدن.
ولی هم بعضیشون باید شکر بکشن که بدر موقع یک کس پیدا میشه که پران در لاش است اگر چیز تو موجای مقصد خود یا را میرسونن یا باید شکر بکشن که بدر تموم همین دو روز میان تقریبا حدود 2 نفر یا 1 نفر 3 نفر اما طفل مثال مرده بود از خاطر چی از خاطر ازمی که هفته و زور بود چیز بود مثال اون بچه بیچاره مرد بود. متاسفانه هوا خیلی گرم است. خیر ببینه هر کسی که همکاری میکنه با شمول شرکت‌های ترانسپورتی خداوند ان شاء الله دستانات شما حساب بکنه. تشکر. بخیر باشین. سلامت باشین. که بسیار امکانات برشان امارت اسلامی برابر کرده. از اینجا که محترم روان میشه با هماهنگی امارت اسلامی روان میشه. بسیار صحیح است که قیمتا بالا میره. اونجا که هماهنگیه. برشان بسیار سهولت ایجاد کرده. سلامت باشین. تشکر. خداحافظ شما. دوستای عزیز در هر ساعت موتر میایه. لحظات قبل هم آمده بود ما با چند تن از اونا صحبت داشتیم. فامیلا هم در بین از این کسایی که از ایران برمیگردن وجود داره و یک هر کس به کشور خود برمیگرده ما خوش آمدید میگیمش ولی یک جای نگرانی است که به گونه بیرحمانه اخراج میشه پول افغانا گرفته میشه طبق صحبت های اینمی کسایی که گفتن ماجرین که آمده بودن گپای از اونا را ما شما دیدیم و شنیدیم اونا گفتن که مشکلات وجود داره و امید از اینکه بخیر در کشور عزیز خود ما یک فضای فراهم شود که همه ما شما راحت و آرام و آباد و آزاد زندگی بکنیم. دوستای عزیز بر شما یک بار دیگه یادآور شوم که موج اخراج گسترده و دستجمعی مهاجران افغان از ایران ادامه داره. چند تصویر ببینید ان شاء الله در ادامه برنامه دوباره برمیگردیم. هر ساعت یکی دو موتر در کمپانی کابل در ترمینال میاد و مسافرین نمیارن. قسمه که اینا دیده میشه تعدادی از دوستا و هموطنا در این موتر هم بودن که الحمدلله دوباره به کشورشان برگشتن و انشالله که خوب و خوش و آرام باشن. ما میخوایم که صحبت داشته باشیم با تعداد از این هموطنا که برگشتن و بپرسیم که وضعیت چگونه بود و خصوصا از مهاجرین. شما میبینین که بستگانشان آمده اینا را خوش آمدید میگه و با انداختن گل به گردن از اینا را بدرقه میکنن. مطمئن هستم که بعد از یک مدت اینا برگشتن به افغانستان. بدر خوب است ان شاء الله صحتتون خوب است بخیر هستید. خوب است جان جرس بخیر هستید شکر سلامت باشید. شما از ایران آمدید؟ ما از ایران آمدیم. خوش آمدید. خوش باشید. تشکر زنده باشید. به خواست خود آمدید یا دیپورت شدین؟ ما به خواست خودمون وضعیت‌های ایران دیگه خراب شد دیگه برای اتباع خیلی ایران جای خوبی نیست دیگه. از وطندارا میخوایم که هرچی در کشور خود ما است همینجا باشه دیگه. بیرون از وطن ما خوب نیست برای ما. هرچی هست وطن ما بگیم خود بیرون نرین دیگه. وطن ما دیگه ما امروز داخل کابل شدم خیلی یک حس خوشحالی دارم. شکر. چند سال بعد آمدی کابل؟ من یک 6 سال میشه. 6 سال. 6 سال در ایران چگونه گذشت؟ والله خیلی دلتنگ دیگه. زیاد جای آزاد گشتن نمیتونستیم دیگه. یک پارک مارک آزاد گشتن نمیتونستیم دیگه. کار مار آزاد نمیتونستیم. مدارک طلب میکرد قدم در قدم مدارک دیگه. یک مدارک کار میداد دیگه. او امروز هر روز از روی سرک میگرفت مو برد اردوگاه پس اعلام میکرد دیگه. اذیت بود دیگه. آدم در اذیت بود خیلی. خوش آمدی به وطنت. خوش باشید. تشکر. ان شاء الله همیشه خوب و خوش سربلند باشید. شما هم بخیر باشید. ان شاء الله که فعلا ما که خوش هستین همیشه خوش باشید. زنده باشید. قربانتان. بخیر و سلامت باشید. بیادر خوش آمدید. یوتیوب صبر است. خوب هستین ان شاء الله. سلامت باشید. خیلی خوش آمدین به وطن. سلامت باشید. چند ماه یا چند سال بعد آمدی؟ بعد از 2.5 سال آمدم. بعد از 2.5 سال. چگونه بود این روزهای آخر بعد از درگیری بین خیلی سخت بود. به افغانی خیلی سخت میگذشت. اذیت خیلی میکرد. لادکوب میکرد مردمیش ماموراش همش اذیت میکرد. دلیلش به نظر چی بود؟ دلیلش اینه که دسته‌ای که پای افغانا درست کرده بود که افغانی‌ها پهباد بالا کرد و نمیدونم چی با میخاطر. اگه نه فکر نکنم واقعا داشته نه که اصلا افغانی اونجا نان خوردن خود پیدا نمیتونه پهباد از جا پیدا کنه.
یعنی در دنیا هر گپ شو افغان‌ها در رنج هستند. آره دیگه هر چی شد به پای افغانی هست. در کمپا چی وضعیت بوده این روزها؟ در کمپا خیلی اذیت میکنه. اصلا خیلی هر چی دلش بخواد پول میگیره. پول میگیره. آره هر چی که داشته باشید میگیره از پیش. در افغانستان که اومدین خدماتی براتون ارائه شده؟ آره. دیگه کرایه را نه دیگه. نه چیز دادن، چی دادن برش؟ هیچ ندادن دیگه، شلوغ بود به ما چیزی نرسید. زیاد بیروبار بود. فامیلان بوده این موتر شما اومدین؟ آره. چگونه بود وضعیت فامیلا؟ خوب بود دیگه، بد نبود. انشالله کذیبا در وطن خوش باشین. برادر ما هموطنای خود که میبینیم برمیگردن خوش میشیم و این که روایت های دردناک میکنن ناراحت میشیم. سلامت باشی یک جان، تشکر. همیشه جور و بخیر باشین، سلامت باشین. برادر شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین، بخیر باشین. ایمانتان بود چی میشد می از شما؟ این بچه مامای ما است. خوب، بسیار خوب. دق شده بودی پشتش یا نه؟ چرا دق نشده؟ حالا خوشحال هستی؟ خوشحال هستم. شکر که بخیر آمد. چشمتون روشن. سلامت باشین. همیشه خوش باشین. سلامت باشین. برادر شما خوب هستین؟ سلامت بخیر. مسافر شما محمد؟ بله از ما 3 تا برادر مثلا. چشمتون کدام از برادرایتان؟ درخت پشت بار رفتم. خوب ان شاء الله خوب و خوش باشین، بخیر باشین، برادر چشمتون روشن باشه. فقط یک از طریق می کامری شما یک پیام دمی همسایه خود ایرانیا میرسونیم که ما از بم آمریکا فقط نمیترسیم ولی از یمی ایرانیا میترسیم، چون خیلی ظلم کرده در افغانا. حتی خانم‌ها ولادت که اجازه نداده که آمبولانس بردش خانه انتقال بده. اشتکاش فوت شده و خانم عمر خمیسا در وضعیت اسفار انتقال داده شد خانه. دیگه می‌خواهش داریم از طرف کامری شما بعد اگر در سفارت ایران انتقال داده میتونید، در انتقال داده میتونید بگیر رسمی همسایه‌داری نیست که دیگر شما در ما ظلم میکنید. ان شاء الله که میبینن و ببینن هم افغانا ببینن. ما از بم آمریکا نمیترسیم ولی از ازیا میترسیم. ایرانی‌ها هم میبینن، خیلی ایرانی‌ها برنامه ما را میبینن، کامنت میتن. از او ایرانیایی که با هموطنای ما همکاری کردن خیلی سپاسگزار هستیم، ولی او ایرانیایی که ظلم کردن یا خدای ناخواسته همکاری بند کردن از او گله داریم. بخیر باشین برادرها، تشکر. لطف کردین. بخیر باشین. دوستان مهاجرین آمدن در این موتر، فامیل هم است در بین از اینا و تعداد زیادی از بستگان از یا آمدن برای پذیرایی و خوش آمدگویی از یا. اگر اون طرف بریم انشالله که مشکل نباشه. در بین کسایی که از ایران به نحو اخراج شدن یا خودشان آمدن حضور دارن، تعداد زیادی از هموطنان ما و شما در این شب و روز میاین و ولایت مختلف میرن در کمپ‌های مختلف از سوی امارت اسلامی که بر از اونا احداث شده یا ایجاد شده، همچنان و خدمات برشان فراهم میشه. ما اگر مشکل نباشه این طرف برم صحبت بکنم با یکی از این کسایی که از ایران برگشتن دوباره به افغانستان و امیدوار هستیم که خوش باشن. ما همراه 2-3 نفر دوستا صحبت کردم، خوشحال و خرسند بودن. دوستا و طرف فامیلا بود، ما این طرف آمدم به خاطر که در کمره اونا طبق هدایتی که از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ داده شده باید نبیه. شما میبینید دوستا عزیز تعداد از دوستا هستن تاکسی گرفتن به ولایت یا به منطقه و به سایه که در کابل خانه‌هایشان است به اوجا میرن. قبلا هم بر شما یادآور شدم در هر یک ساعت ممکن 1 تا 2 موتر مسافرین از کشور ایران برگردن به وطن و در این ترمینال بیان. ترمینال کمپانی یکی از بزرگترین ترمینال هایی است که مسافرین عمدتاً از ولایات مثل هرات و نیمروز و قندهار و اینجا که میان مسافرینش به این میجمعه. امیدوار هستیم که همیشه سربلند و سرفراز باشین و تا بعدی که بازم تیم صبر در خدمت شما قرار میگیره. وقت شما خوش.